یه نکته بسیار مهم و آموزشی توی عیبیابی سیستم سوخت‌رسانی خودروهای مختلف به این شکل هست که زمانی که یه خودرو به تعمیرگاه شما مراجعه میکنه و یه عیبی تو سیستم سوخت‌رسانیش وجود داره، این خودروی آزرا که به تعمیرگاه ما مراجعه کرده که چراغ چک روشن هست و سرعت بالای 140 کیلومتر خودرو نمیتونه حرکت بکنه و موتور دقیقاً توی بار زیادی قرار داره. مراحل ارزیابی این خودرو شما از اول مشاهده بکنید، من به ECU کانکت بشم و کد خطا رو شما مشاهده بکنید. مهمترین پارامتر صحیح یک ارزیابی مطمئن استفاده از دستگاه‌های اصلی هستن که شما مطمئن باشید که کد خطای صحیح داره به شما نمایش میده. تمام این کد خطایی که شما دارید مشاهده میکنید علائمی هستن که دارن یک عیب به ما نمایش میده. این کد خطا به معنی نشری هوا و ارلیتیجی هستش که داخل سیستم وجود داره که شما الان قطعه‌ای که مشکل داره رو داخل این سیستم مشاهده میکنید. کل مشکل خودرو به خاطر نشری هوایی هستش که مربوط به این لوله رابط است، هواکش تا قبل از دریچه گاز هست.